یک سری از عکس‌هایی که شما الان ارائه دادید اینا در واقع آخرین عکسایی است که توانسته کارش کرد. اگه ممکنه بهروز خان این عکس‌ها هم این عکس برام جالب بود، می‌خواستم بهتون نشون بدم چون این خود کاوشگر نیست ولی این خانواده کاوشگره. اونجا سوجورنر، البته خود سوجورنر میگیم مریکوری که در حقیقت دوقلوی اون یکی سفینه دوقلوی اسپریت و اپورتونیتی و اندازه رو می‌بینید و اون سفینه هم دوقلوی کیوریاسیتی، ما به این میگیم فامیلی پیکچره، خانواده کیوریاسیتی. این عکس تیم رؤسای سیستم کیوریاسیتی بودن. تمام کسایی که اونجا میمونی هر کدوم یه بخش بزرگ از طراحی رو و هماهنگی این سفینه دم دستشون بود. حالا میریم به مقصد. مقصد کجاست؟ این گیل کریتره. گیل کریتر خیلی جالبه به خاطر اینکه یک کریتر خیلی بزرگ و خیلی عمیقه و توش یه دونه کوه وقتی که این ضربه خورده میلیاردها سال پیش یه کوه وسط مونده که این کوه لایه است. لایه های بیلیون ها سال تو این هست و عمیق ترین لایه ها که میشه درست پایه های کوه اگه نگاه کنید تو اون عمیق ترین لایه ها زمانی بوده که تو مریخ آب بوده. اوکی، بنابراین چی میشه؟ ما اون پایین که فرود بیاییم دسترسی داریم به لایه‌های خیلی قدیمی مریخ که توش آب بوده و میتونه اونجا بازمانده مواد عالی یا مواد ارگانیک از حیات باشه. اینجا یکی از عالی ترین جاهایی که میشه رفت. فقط اشکال اینه که یه 10 کیلومتر باید راه بریم، یعنی اینکه اون جایی که فرود اومدیم جالبه ولی اون مقصدی که داریم که تو این عکس‌ها بهتون خواهم نشون داد یه 10 کیلومتر اونورتره. چه مدت طول میکشه تا برسی؟ نزدیک 6 ماه ممکنه طول بکشه، بستگی داره چقدر اون وسطا دانشمندا بخوام بیستن و آزمایش مختلف بکنن. ولی که مسیرشو به این مقصد. این عکس خیلی جالبه. بزنید این عکس. این همون جایی رو که دیدین ولی اون بیضی آبی که پایین می‌بینید اونجاییه که میخوان برن و من یه عکس بعدن از این بیضی از نقطه نظر کیوریاسیتی بهتون نشون خواهم داد که چقدر قشنگه. برگردین لطفاً به عکس قبلی. اون نقطه سبزی که میبینین جاییه که فرود اومدیم بالا. بله. ولی ما فعلا به بیس، اونجایی که میگه به بیس اف مانت شارپ نمیریم، ما یه جایی میریم به اسم گلنک که 400 متر به اون طرف فاصله داره. دلیل اینکه میریم 400 متر اونجا رو حالا بعداً بهتون توضیح میدم. ولی مقصد آخری این بیضیه. بعدشون وسط یه مقدار چیز سیاه میبینین رو زمین. اونا ماسه است. از روی ماسه نمیخوایم رد شیم، ما از دور اونا باید بریم. یه مقدار فاصله هم طولانی خواهد کرد. چون این سفینه توی ماسه اگه بره. مهندس شما این عکسایی که الان میبینید همین کاوشگر فرستاده که بر اساس اون داریم محاسبه میکنید که از روی ماسه نریم بریم دور بزنیم ماسه، یا اینکه نه اینو از پروژه‌های قبلی دارید؟ این عکس‌ها رو از سفینه مارس مارس ببخشید ریکانسنس اوربیتر میده که روش یه تلسکوپ هست. ما الان دور مریخ یه تلسکوپ داریم. این عکس‌ها رو با اون تلسکوپ میگیریم. بنابراین ما میتونیم مشاهده کنیم کجا میخوام بریم از بالا، از مدار میتونیم درست مثل کره زمین که از بالا نگاه میکنن کجا بریم، از اونجا میتونیم کجا نگاه کنیم، ماسه جا رو تعیین کنیم و راه هم تعیین کنیم و این دو تا سفینه با هم خیلی خوب کار میکنن. میریم به تصویر بعدی رو. بله بفرمایید. آقای بهروز خان. این عکسی که از خودش گرفت وقتی فرود اومد که نشون بدین سعی سالم رسیدیم و یه مقدار شن روش دیده میشه. مهندس سوایی چرا میگین از خودش؟ یعنی اینکه این خودش اتوماتیک، یا اینکه پروگرام کردید که اینا رو دیگه ما پروگرام میکنیم؟ پس زمین اینجا از زمین کسی چیزی بهش دستوری نمیده الان. اجازه بدین یه ذره توضیح بدم. خوشحال میشم. دستور سریع مثلا نمیدم. اینجوری کار میکنیم. ما وقتی میتونیم اطلاعات با کنجکاوی در رد و بدل کنیم که هم کره زمین در دید کره زمین باشه یا یکی از سفینه‌ای که تو مدار کره مریخ در دید کیوریاسیتی باشه. درست؟ معمولا ما این کارو میکنیم چون سفینه باید اکثر شبو باید بخوابه، انقدر انرژی نداره که شب بیدار بمونه و انرژی برق مصرف کنه. ما صبح سحر که این داره بیدار میشه دستور بهش میدیم. بله. مثلا تو دستور هست از خودت عکس بگیر، یه ذره راه برو، فلان کارو بکن، فلان کارو میکن. این دستور کدو میفرستی. اوکی. چه مدت میرسه به چند دقیقه بیشتر نمیبره. اوکی. بعدش دیگه در تماس نیستیم با سفینه تا تمام روز بگذره. صحیح. سفینه تمام کاراش ربات، تمام کاراش خودش میکنه. کوچکترین مشکلی به وجود بیاد یه سیستم خیلی پیچیده در حقیقت هست به اسم فالت پروتکشن. مشکل که پیش میاد خودش میگه که اوکی مشکل پیش اومده، میسته، هیچ کاری نمیکنه،
اطلاعات تمام مشکلی رو که پیش اومده به کره زمین میفرسته. خوشبختانه تا حالا این اتفاق نیفتاده ولی خواهد افتاد. یعنی بالاخره در زمان کیوریوسیتی چند بار خواهد شد. پیش بینی شده که چه مدتی این 2 سال برنامه‌ریزی شده برای 2 سال ولی عمرش به احتمال قریب از 2 سال بیشتر باشه. بله. وقت میشه عصر، درست؟ روز تموم شد. این 6 ساعتی که نیرو داشت از باتری استفاده کنه، چون ما از باتری استفاده میکنیم در طول روز، تموم شد، اطلاعاتش میفرسته به کره زمین. حالا تیم ما مشغول میشه تا صبح روز دیگه 12 ساعت وقت دارن که تمام دستورات اطلاعاتی که اومده اون روز انالایز کنن، ببینن چی کار میخوان کنن، تصمیماشونو بگیرن، تمام دستورای شب و برنامه‌ریزی کنن، تست کنن. ما چیزی رو که تست نشده نمیفرستیم. تست کنن، آماده بشن، روز بعد بفرستن. اینجوری دستور میدیم، اینجوری کنترل میکنیم. برای این کنترلمون روزانه است. صحیح. و این در مورد عکس هم که اشاره فرمودید خودش انجام میده، بستگی یا اینکه قبلا همونطور که اشاره کردید پروگرام بهش دادید و بعدش فردا جای مکانهای مخصوص رو از مریخ و عکس برداری میکنیم. بله، ما بهش کد میدیم که مثلا ما این کارا رو میخوایم انجام بدیم. اوکی، این کدا رو بعدش بهش میدیم، خودش دیگه اینو میتونه این برنامه رو بریزه، ما لازم نیست کنترلش کنیم. بله. عرض کنم حضورتون که باز هم ما یکی دو تا عکس دیگه هم هست. بله، میخوام مثلا عکس آخر رو بهتون نشون بدم. بله. این مقصد فعلی مونه. الان راه افتادیم به این طرف. تو نقطه قرمز رو نگاه کنیم، به سطح مریخ در اونجا نگاه کنیم، می‌بینید 3 جور سطح مختلف به یه جا رسیدن. بله. تقریبا مثل مثلثه. بله. اون جایی که سفیدتره جاییه که دانشمندا انتظار دارن در قدیم خاک آب رسوب کرده. اوکی، و میخوان به اونجا برسن و ببینن واقعا اونجوریه و شاید بتونن موادی پیدا کنن، مواد عالی پیدا کنن اونجا. صحیح. به خاطر همین یه ذره بیراهه داریم میریم اونور تا برگردیم. بله. بفرمایید. این عکسای تستامونه. دستو اینجا بلند کرده، بعدیش چرخو داره تکون میده، بعدیش بله. حرکت اوله، بعدیش این عکس خیلی قشنگه. من عکس خیلی دوست دارم. این عکس مقصد جاییه که کنجکاوی داره میره. بله. این کوه مانشارو پایه‌هاش داریم نگاه میکنیم که وقتی که آخرش توی دامنه‌های این کوه و بالای این کوه یواش یواش خواهیم رفت آزمایش بکنیم. به حال این پروژه مریخ پروژه سهل‌الوصول نیست، ولی همونطور که یعنی به راحتی بهش اونقدر که به کره ما اطلاعات لازم رو تونستیم به دست بیاریم در مورد مریخ، همونطور که خودتون اشاره کردید ناسا برای علمش و برای پیشرفت علمش داره این هزینه رو انجام میده که تا بالاخره بشر به یک نقطه مطلوبی از درجه علمیش برسه. بله. و شما برای پروژه‌های بعدی چه برنامه‌ای دارین آقای؟ پروژه بعدی الان JPL داره روی 2 تا پروژه کار میکنه که هنوز هیچ کدوم تصویب نشدن. هر 2 تا خیلی جالبه. یه پروژه یا یه پرواز دوباره یه همچین سفینه مثل MSL خواهد بود، یا بهتر از اون پرواز همچین سفینه‌ای که بتونه یه مقداری حدود 1 کیلوگرم سنگ برگردونه به کره زمین. چگونه؟ باید یه موشک کوچولو روش بذاریم. بله. که بعد از اینکه سنگا رو جمع کرد توی موشک بذاره، پرواز کنه به مدار اوربیت، یه سفینه دیگه اونو ورداره بیاره به کره زمین. که این برنامه رو میشه ریخت ولی بودجهش خیلی زیاده. بله. که این یه برنامه است. بله. یه برنامه دیگه که برای من شخصا خیلی جالبه، به ماه اروپا بریم. ماه اروپا یکی از ماه‌های مشتریه. صحیح. ماه اروپا ما تو انتظار داریم که قشر بالایش یخه. اوکی، رادیواکتیویتیش هم خیلی زیاده، یعنی واقعا مثل این که آدم تو چرنوبل خیلی زیاده و خطرناکه، حتی سفینه رو در از یه ماه از بین میبره. ما انتظار داریم که زیر این یخ اقیانوس آب باشه و گرم باشه. بله. و چون هم گرما فکر میکنیم وجوده و هم فکر میکنیم که اون زیر ممکنه حیات الان وجود داشته باشه. اوکی، فقط رسیدن بهش خیلی سخته. چون شما روی سطح یخی که کیلومترها کلفتیش وجود داره و بالاش پر رادیواکتیویته است، بخوایم فرود بیاین خیلی سخته. اما یواش یواش باید یه راهی پیدا کنیم که کشف کنیم آیا حیات زیر این یخ‌های اروپا هست یا نه. و ماهای دیگه مشتری هم همشون خیلی جالبن، همشون چیزایی با ما ارائه میدن که مریخ ارائه نمیده، چون این سیاره‌ها خیلی زندن، این ماهواره‌ها خیلی زندن، خیلی اکتیون. مریخ الان خیلی مرده است. چرا پس اگر اون اینطور که شما میفرمایید که مشتری آسان‌تره، چرا پروژه رو از اون شروع نمی‌کنید؟ نه ببخشید، مشتری آسان‌تر نیست، جالب‌تره. خیلی سخت‌تره، چون نزدیک 6 سال طول می‌کشه به مشتری برسیم. 6 سال. آره، نزدیک 8 ماه طول می‌کشه به مریخ برسیم. سفینه‌ای که به مشتری میرن معمولاً خیلی گران‌ترن و خیلی هم سخت‌تره درست کردنشون و کارشون انجام. حالا ممکنه به هر حال این
پروژه هایی که منهای این آخری کاوشگر که در زمان آقای مهندس دکتر نادری انجام گرفت، الان موقعیت آقای دکتر نادری در ناسا جی پی در چه شرایطی هستن؟ الان دکتر نادری اتفاقا مسئول همون پروژه های غیر از مریخه که مخصوصا این اروپا یکیشونه که ما که از مهمترینشونه. چندین پروژه زیر دستشون هست، ولی ما جی پی ال 2 تا بخش داره. ببخشید چند تا بخش داره ولی 2 تا بخش اخصاصیش بگم. یه دونه بخش هست، قسمت هست که فقط به مریخ نگاه میکنه، فقط کارشونه. یه بخش دیگه است که به تمام سیارات دیگه منظومه شمسی نگاه میکنه. دکتر نادری الان مدیریت اون بخش دارن، یعنی تمام سیارات دیگه به غیر از مریخ. یه بخش دیگه هست که فقط به کره زمین نگاه میکنه و الان یکی از جالب ترین پروژه‌ای که ما داریم الان اکتیو داره انجام میشه، یه پروژه‌ای که در آینده پیش بینی قحطی رو کاملا راحت خواهد کرد، الان داره انجام میشه. اون تو اون بخشه که به کره زمین نگاه میکنه. چیز یعنی زیر نظر دکتر نادریه؟ نه، این زیر نظر دکتر نادری نیست، زیر نظر یه منیجر دیگه است. این شما فهمیدی قحطی کره زمین رو؟ آره، ما خیلی این اتفاق خیلی پروژه جالبیه. من دوستم پیمان محاسبم که تو کنجکاوی کار میکنه، الان رو اون کار میکنه. یه دونه راداره که در عرض 3 سال تمام رطوبت خاک کره زمین رو در تمام سطح کره زمین اندازه میگیره. زمستون، تابستون، پاییز، طوفان، بعد از طوفان. ما دلیل اینکه این خیلی مهمه اینه که اصولاً برای اینکه آدم بدونه کجا قرار بارون بیاد، کجا قرار خشکی بشه، رطوبت توی خاک لازمه که این اطلاعات الان تو مدل‌های فعلی وجود نداره. نمیشه هم رفت اندازه گرفت چون فقط یه نقطه است، تمام سطح کره زمین لازمه. وقتی که اینو ما بتونیم اندازه بگیریم، میتونیم تخمین زدن این که قحطی کی میاد، چقدر طول میکشه، خیلی راحت تر خواهد شد. الان این پروژه اگه به مرحله نهایی برسه چه مدت دیگه فکر می‌کنید؟ این پروژه به زودی پرواز خواهد. چند سال که پرواز خواهد، ما الان داریم میسازیمش. آره، بودجهش تصویب شده. یعنی چند سال دیگه بشر میدونه که در چه وقتی که اطلاعاتش فرستاد، 3 سالی که اطلاعاتش فرستاد و مدل‌ها بهتر شد، بله در از 4-5 سال دیگه این دست در دست خواهد بود. آرزو موفقیت براتون دارم. خیلی خیلی بهتون تبریک میگم که یک بار دیگه نام کشورمون رو در جهان شما پخش کردید با ابتکار عملتون، با مدیریتتون، با ایده‌تون. به هر حال باعث افتخار برای بنده هستش که میدونم خیلی از هموطنان عزیز ما هم در مورد پیشرفتایی که ما ایرانی‌ها، حالا چه فرق میکنه چه در داخل کشور چه در خارج از کشور انجام میدیم، راضی‌ام، خوشحالم و منم باز هم از شما تشکر میکنم که دعوت من رو قبول کردید و در زمانی تشریف آوردین که کاوشگر شما داره کاراشو به نحو احسن انجام میده و شما ریلکس در برنامه تاک شو وظیفه. در حقیقت من باید از شما تشکر کنم که من دعوت کردید. خواهش می‌کنم. خیلی تشکر. قربون شما.